حالتون چه داره آقا؟ آریانم بعد 1 ماه ویدیو نذاشتم. بشه واقعا من سر امتحانات مدارس رو نمی‌کنم ویدیو بذارم، ولی بریم وایس لایو یه گیم پلی با هم بریم با هم دیگه زد. بریم تو گیم. مچ اولم دستم گرم نیست، بریم چی میشه. یه سوال دیگه هم کنم ازتون. آقا هر کی دوست داره کد ها بهترین کد ها 4 انگشتی یا کد سنس 4 انگشتی همه چی 4 انگشتی رو براتون بذارم. بگید دیگه دوست دارید براتون بذارم. ما بک خوردیم، ولی یه چیزی هم یه چند تا اتچمنت بهتون بدم. یه اتچمنت 117 بشه با ردات درست، ولی یه جوری میزنه براتون اصلا پشماتون میرسه. اینم یه اچس اتچش هم اینم همینجوری. خب بچه بعد ویدیوی بعدی هم که قراره بچه فیس روی کنم و ویدیوی بعدی حتما بچه ببینید فیس روی قرار کنم و حالا دیگه بقیه‌اش هم خودتون بدونید. شاید 1-2 ویدیوی بعدی هندکم گذاشتم. حالا تو ویدیو بعدی که قراره چیز بذارم هندکم اونم میذارم بچه هندکم، چون یکی از چیزایی که تو برنامه باشه. حالا بعد فیس روی هندکم میذارم. حالا دیگه برم فیس روی رو میکنم که نگید حالا من میخوام زودتر فیس روی کنم. حال میده. یه توس کردم بعد شو نه توس کردم یهو دیدم گو خوردم من گو خوردم من موون بدم بابا قدم فراج گان نشم دیدی گان نشم میزدنش فیل گان نشم درست هم نمیتونستم فیل بدم. گانای رو زمینم که تو سیزن جدید عوض شده و حالا گانای نسبتا خوبی اومدن رو زمین، ولی یه طریق دیگه تو مپ کرای بچه شما 2 تا ریوایور دارید، 2 بار میتونید ریوایو شید، بعدش دیگه میرید تگ میشید. هم یه تغییر بود که حالا تو مپ اومده بود، گفتم بهتون داخل این ویدیو بهتون بگم که شما در جریان باشید. لایک کنین، ساب کنین، ناموسه حمایت ها ولی خوب بود. دمتون گرم. در چند تا ویدیوی قبلی خوب ویو خورد. دمتون گرم. بچه انمی یه اسنایپ براتون بذار نمیتونم بزنم هیچ دیار. خوجی من نوع سگیش نیستم، یه نفر داره بکم میده همین. خوجی ریدم تو خودم، به خدا و والله خوجی ریدم تو یعنی قشنگ میدونم واقعا میشه جای هنسفیری جای وای لگو من نمیدونم متوجه میشید یا لگ حاجی با اچ پی 3 دارم فرار میکنم. لگ منو تو نمیدونم تو چیزی بچه من گوشیم در حد چیزی نیست که بخوام هم چیز بگیرم هم یعنی لگ میگیرم. وای لگم چقدر من لگ میگیرم خدایا. چرا لگ که من لگی چقدرم انمی میاد، چقدر انمی بسه خدایا بسه.
حالا بچه تو ویدیو هندکم متوجه میشید که میگم چرا سخته واسم پلی دادن با هندزفری. یا اول حال بیا حاجی پام درد گرفت. یه بجا حالا میخوام بهتون توضیح بدم همین ویدیویی، میخوام بهتون بگم چرا درد میگیره. ببینید من صفم نچرخه و هنوز هر کاری کردم اونجوری نشد. الان انگوش کوچیک من رو موبایل اگه الان دستمه، انگوش کوچیکه من الان هندزفری زیرشه، خب حالا وسطشه، یعنی بین انگوش حلقه و انگوش چیزمه و مثلا داره کم کم سیر میشه. که یه نفر اونجا ریدم. چه نمیخوره؟ چرا الکی داری تیر بزنی اسکو؟ چرا داشتم الکی تیر میزنم اسکولی؟ اوه خوش این نینجا شده میخورد چه چیزی میشد. ببین شماره 2 که اومد فکر کردم انمی، حاجی ریدم تو خودم. اصلا خیلی ترسناک بود، مو به تنم سیخ شد. با گفتم به خدا بچه الان سیتی کردم قشنگ مو به تنم سیخ شده. تاک 19 چیز دراپامه. دراپامه کجا داریم؟ سمت دراپام. ببینیم چه خبر است. اوکی حاجی 2 نفر موندن که اگه یکی بمیره دیگه فکر کنم چیز شه، میگم بهش تیم دوم میشه. خب این اچس همون اما اچس هم بکشیم. حاجی ناموسه اینو کجا؟ سلام بچه ها، سلام اوکی بچه دیگه کات نمی کنم براتون، چیز میکنم دیگه کلا رکورد میگیرم، چون دیگه گفتم تایم ویدیو هم زیاد کم میشه، گفتم چرا حوصلتون. او بچه انمی رو پیدا کردم، انمی رو پیدا کردم اونجا اینجا. چی بگی؟ من چه میشناسم؟ بزن. تمام بچه ها، امیدوارم این ویدیو دوست داشته باشه. حاجی دعوا شد نه از گیم پلی 8 کیلمون. حاجی انگشت شستم بدی گرفت. راجع به فیسبوک هم میخوام یکم باهاتون حرف بزنم. حالا اگه دیگه دوست ندارید گیم پلی دیدید برید، ولی حالا اگه دوست داشتید فیسبوک رو من میکنم یا این ویدیو بعد یا ویدیو بعدش، نمیدونم شاید حالا نمیدونم یا نمیدونم یا ویدیو بعدیه یا ویدیو بعدشه، معلوم نیست چون سخت. این از این بچه ها، خداحافظی میکنم باهاتون و تا یه ویدیو دیگه. بابا.